ای پدر ای قبلگاهم، گنج یکتایم تویی. قوت جان و دلم هم چشم بینایم تویی. جز دعایت ثروت را من نخواهم در جهان. دولتم باشد دعایت چون که دنیایم تویی. سلام دوستان عزیز، خواستم قصه را در وصف پدر با شما پیشنهاد کرده باشم. پدر وقتی طهارت میکرد با نماز تیاری میدید. پسرچه‌اش پرسید پدر جان با کجا میروید؟ مرا هم برید. پدر گمان کرد که اگر مسجد گویم از پسم میرود، به همان خاطر خانه خدا میروم گفت. پسرک نام خدا را شنیده در دلش الهام پیدا شد و گفت من هم به خانه خدا میروم، میخواهم خدا را ببینم. پدر چندان بهانه کرد، پسرچه ایستادگی کرده تیاری دید. پدر او را از دستش گرفته به مسجد برد. وقتی به مسجد در آمدند کودک از پدرش سؤال کرد، پرسید همین است خانه خدا؟ پس خدا کجاست؟ پدرش گفت ما خدا را نمیبینیم بلکه او ما را میبیند. کودک بی‌طاقتی کرده و گفت ای پدر بیا خانه خدا رویم. پدر گفت اول نماز را خوانیم بعد میرویم. مؤذن قامت گفت. پدر پسرش را به پیشش گذاشته امام الله اکبر گفت. در دل کودک هم ترس و هم عشق جوش میزد. بعد شنیدن سبحان ربی الاعلی کودک بی‌طاقت شد. از خانه که به نیت خدا را دیدن برآمده بود، بی‌طاقتیش در آن بود که کی خدا را میبیند. خداوند این دعای کودک بیگناه را قبول کرد، ناامیدش نکرد و به نزدش چیغ زد. کودک دیگر سرش را از سجده نبرداشت. نمازگزاران نماز را تمام کردند. بعد گفتند ای فلانی پسرت را خوابش برد. پدر نگاه کرد که خواب نه بلکه جان در تن ندارد. پدر از این حالت افسرده حال شد. اهل جماعت نمازگزاران نماز را خواندند و پسرک را به خواب سپردند. پدرش غمگینانه به خانه‌اش برگشت. با غم پسرچه‌اش خوابش برد. خواب دید که پسرچه‌اش در زانوی راست محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نشسته صحبت دارد. پدر آنچنان خرسند شد. ناگاه در گوشش صدای آمد که ای بنده خدا برای جگربندت معزوم گشتی، ببین جای پسرت را، او در قیامت فخر تو خواهد شد. برای تو مبارک باد که این فرزند از لقمه حلال به دنیا آمد. او انتظار پدر و مادرش در جنت می‌کشد. مقصد این قصه همان است که پدر و مادر مسلمان حقیقی باشند. خداوند چنین فرزندان برایشان می‌دهد، یعنی که پرهیزگار باشند، از حرام کرده های خدا استفاده نبرند، زندگیشان از روی قرآن و سنت باشد. خداوند همه ما را لایق چنین فرزند کند. آمین یا رب العالمین.